نطفه بدبخت کردن مردم و وقتی ایلان ماسک میکاره توی دنیا. ربات گارسون، ربات پزشک، ربات پرستار، ربات کوفت، ربات زهرمار، ربات خانه‌دار. ایلان ماسک داره آدما رو بدبخت میکنه یا آدما رو داره خوشبخت میکنه؟ ایلان ماسک عقیدش بر اینه که با وجود AI توی دنیا آدما خیلی موفق‌تر میتونن بشن و دیگه در آینده کسی حتی نیاز نخواهد داشت که کار بکنه و همه میتونن یه گوشه بشینن واسه خودشون لنگشون رو لنگشون بندازن و AI و ربات و اینا همه کار بکنن تا مردم راحت بتونن دیگه زندگی کنن. و در واقع ادعای ایلان ماسک بر اینه که وجود AI و ربات باعث میشه که دیگه چیزی به عنوان نیروی انسانی وجود نداشته باشه و این موضوع باعث میشه انسان‌ها بتونن هر کدومشون، حتی اون کسی که کارمنده، برای خودش یه دونه ربات بخره و اون رو به جای خودش سر کار بذاره. اما این موضوع تا چه اندازه میتونه واقعا صحت داشته باشه؟ ما اینو میدونیم افرادی مثل ایلان ماسک، جف بزوس، کیم کارداشیان، ترامپ و افرادی که کلا سرمایه‌دار خیلی کلونی هستن توی دنیا ما زیاد داریم، علل خصوص توی آمریکا. این افراد سرمایه‌های کلونی دارن که به هیچ عنوان نیازی ندارن خودشون برن سر کار و در واقع نیروهای مختلفی رو برای خودشون استخدام میکنن تا بتونن اون کار خودشون و اون تولید خودشون یا حالا ساختمان‌سازی خودشون رو پیش ببرن. حالا وجود AI و ربات به این اشخاص به شدت میتونه کمک بکنه که خودشون با سرمایه خودشون میرن ربات میخرن و اون ربات ها رو به جای انسان ها میذارن، استخدام میکنن تا که دیگه نیازی نباشه هزینه های هنگفتی رو پرداخت بکنن برای نیروی انسانی و در واقع با ربات هزینه های خیلی کمتری رو نیاز هستش که پرداخت بکنن و سالیان سال یه ربات میتونه براشون کار بکنه بدون اینکه حتی هزینه اضافه تری رو برای کار اضافی بیشتر ربات‌ها پرداخت بکنن و یا حتی بازنشستگی هم دیگه نیازی نیست پرداخت بکنن به این ربات‌ها. یه چیز خیلی جالبه که برای ایلان ماسک وجود داره، زمانی که تازه ترامپ سر کار اومده بود که به لطف وجود پولهای بسیار زیادی که ایلان ماسک همینجوری پخش میکرد تو ایالت‌های مختلف تا مردم مجاب بکنه که به ترامپ رای بدن و بالاخره وقتی به خواسته خودش رسید و ترامپ اومد سر کار که فکر میکرد به نفعش میشه بابت اینکه تولید ماشین‌هاش رو بیشتر بکنه و هزاران مسائل حاشیه‌ای دیگر، وقتی که این اتفاق افتاد و ترامپ اومد سر کار، ایلان ماسک خیلی تو گوش ترامپ ویزی میکرد بابت اینکه تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی مردم آمریکا رو تحت تاثیر قرار بده و در واقع یه جورایی حتی بازنشستگی دیگه مردم آمریکا نخوان بگیرن در آینده. البته که اینو باید در نظر داشته باشیم ایالات متحده آمریکا حقوق بازنشستگی آنچنان مکفی رو به همه مردم آمریکا که قبلا کار کردن برای دولت آمریکا پرداخت نمیکنه و به خاطر همین افرادی که بازنشستگی در واقع دارن میگیرن از قبل برای خودشون یک پس‌انداز مکفی هم در واقع جمع کردن تا بتونن در عین حالی که بازنشستگی میگیرن از پس‌انداز خودشون استفاده بکنن تا بتونن زندگیشون رو به خوبی بچرخونن. این به این معناست که سرمایه‌دارا روز به روز پول همینجور رو پول میذارن، اما افرادی که نیاز دارن برای اینکه کار کنن برای این سرمایه‌دارا بدبخت‌تر و بدبخت‌تر میشن. حالا اونایی که خیلی قبلا میگفتن ایلان ماسک داره خدمت میکنه به بشریت، الان دوست دارم ببینم چه نظری دارن در مورد مستر ایلان ماسک. داره ترکمون میزنه به کل دنیا و زندگی مردم برای اینکه فقط خودش رو ثروتمند بکنه. مردم برین تو باقالیا، خودم رو بچسب. برم مریخ با سیاره خودم زندگی کنم با رباتام. مردم چه اصلا دلیلی دارن زندگی کنن تو این دنیا؟ خیلی دوستتون دارم. یادتون نره حتما لایک کنین، سابسکرایب بکنین، کامنت بذارین تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.